اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. موضوع امروزه ما عشق چیست؟ عشق اصلا کلمه عربی بوده، به معنای دلبستگی آمده است. عشق دلبستگی بین دو شخصیت بوده، جذابیت و کشش خاص فیزیولوژی و حسیات جسمی انسانی را می‌نماید. عشق دو نوع می شود، زمینی و آسمانی. عشق زمینی عشق را میگویند که بین زن و مرد وجود دارد. عشق آسمانی باشد عشق را میگویند که بین بنده و خدا بسته می شود، که این عشق را عشق الهی نیز میگویند. در برابر همه این گفته های بالا، در عشق دو نقطه وجود دارد. یکمی که عشق آسمانی عشق اصلی است، یعنی عشق حقیقی است، بین بنده و خدا بسته می شود. دیگر باشد عشق زمینی است که این عشق مجازیت، یعنی بین زن و مرد، بچه و دختر رایج است. همین نوع عشق به زیبایی، پولداری، فقیری، غریبی، بیماری، فریب و نوجوانی هیچ رابطه زیچ ندارد. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.